کردم. یعنی بین عدالت ذهبی رو که بین رافضه و بین شیعه فرق میگذاره. در حقیقت انا میخوایم ما هر سه یک جای روز ما زنده میشیم. امروی حدیث ابوبکر در ترمذی. حالا ببین بعضی همین ملحدای ما هم وقتی که یگان چی کردن نشون نگر اساسی همین فکرای همینایی که رو نشر میکنن. بله. چی در مسئله تحریف قرآن باشد، چی درباره مثلا زنهای پیامبر باشد، چی درباره فتوحات باشد، ببین خیلی فکرشون با هم دیگرشون نزدیک است. که باید که تاریخ باید به همون شکلی که هست درست باید که مردم تلقین کرد. نه لیکن با سرچشمه عقیده قرار ندادن آن. بیعت رضوان چیز مؤقتی هست، لیکن در قرآن اومد. و این بیعت اگر بیعت قدیر باشد، این حیات امت تا روز قیامت اداره میکرده باشد، چرا در قرآن ذکری از اون نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، در صحبتی گذشته در یک جای خیلی شوق‌آورش اومده برنامه ما تمام شده بود. استاد اینجا به ذهنم همون غدیر خون میبیاد که برای چی علی رضی الله عنه، خیلی بعضی ها دلیل میبرن همینه، برای چی همون حدیث علی رضی الله عنه همچون دلیل نگرفتن برای خودشون، برای انتخاب خودشون. اصلا جواب کوتاه گویم اگر علی از اون خلافت فهمیدگی نبود. از همون حدیثی از همون حدیثی که مولا هیچ وقت به معنای خلافت نفهمیده بود در این چیز. خب اصلا برای بین خود قدیر گویم، قدیر یک جایی به اصطلاح حاضر گیرم که یک کاروانسرا یا یک وگزال مثلا جا بود که اونجا دم بگرفتن ارو، بعد اونجا آب بود، آب ذخیره میکردن برای خودشون، زیر سایه درخت هم میذاشتن، بعد برای خودشون دام میدادن. خب در اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد اون که پیش از حج علی در یمن بود و مولی یمن بود، اونجا مثلا غنیمت‌های گرفته بودن. وقتی اومدن علی بن ابی طالب غنیمت صدقات هم جمع کرده بودن، وقتی علی گفت که من برای اینکه به حج رسم تیزتر میروم، شما این صدقات رو از قفا بیاره، لیکن به شطوری صدقات سوار نشه و استفاده نبره، لباسای استفاده نبره. انا که این انسانایی که با علی بودند و علی با اونو این نصیحت کرده بود، اونو گوش ندادند و وقتی به مکه علی پیشواز اونها برآمد، اونها همون بالی شطورای صدقه سوار بودن، لباسای هم که صدقه را پوشیدگی بودن، باید که اینو نمیکردن چون که علی امیر اونها بود. یعنی اونها گفتن که ما را می‌خواستیم به حج رسیم، بنابراین شطور مونده شد، شطور این شطور مونده این استفاده بردیم و هم مقصد چیکتی کردن نمی‌خوره، یعنی که به حج رسیم. به حج رسیم. خلاصه دیگر همون حج بسیار آوازا شد، گپ کلاوچ بسیار شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم نخواستن که چخیل اونجا میگن حج خود 100,000 آدم از اطراف و اکناف نیم جزیره. پیامبر می‌خواستن که این پرابلم که اصلی بین همین لشکری که با علی بود، اصلا اهل مدینه بودن، اصلش مدینه بودن، می‌خواستن که در خود خانه حل کنن مسئله، بلکه در خانه حل شد، در مدینه مکه هم اونجا بود. بعد اینجا هم حدیث مشهور من کنت مولا فاض علی مولا رو گفتم پیامبر که بدونید که مولا 17 معنا 18 معنا دارد. خب هیچ وقت پیامبر یک لفظی به اصطلاح گونگ استفاده نمی‌کردن برای اینکه مردم به یک خلیفه تعیین کنن. این لفظی که 18 خیلی معنا داره. یعنی گویی گفتن که خود خیلی خواهی همین استفاده بر خواهی نه معنای خلیفه گیر، خواهی معنای دوست گیر، خواهی معنای خواجه گیر، خواهی معنای غلام گیر، چون که معنای غلام هم داره این چیز، خواهی معنای هر چی. پیامبر اگر جانشین بخواستن نخودم کلمه رو استفاده می‌کردن. بنابراین بعضی علمای شیعی ببینیم مثل تبرسی، اینکه تبرسی و سید مرتضی میگن میگن که پیامبر در قدیر آشکارا علی رو خلیفه تعیین نکردن. این نص خفی هست، میگن پنهان است که نه همه درک میکنند به فهم اونها، یعنی که برای فهمیدن اون احتیاج به قرینه هست. خب این سخنی تبرسی است. اما سید مرتضی باشد میگه که این نص جلی نیست. خب این نص جلی نیست یعنی که از این چیز ما خلافت فهمیده نمیتونیم که اینا بزرگان اونها هستن. خب حسن ابن حسن نبیره حضرت علی است. پرسیدن که آیا من کنت مولاه همین دلالت بر خلافت میکند یا نه؟ ببینیم که خود نبیره علی چی میگه. گفت که به خدا قسم اگر هدفش امارت و سلطان میبود اون رو آشکارا بیان می‌نمود که پیامبر گفت. این نبیره گفت که بابا این آشکار میگفت. اون چنانی که نماز و زکات و روزه حج آشکارا گفت، خب اینم آشکارا میگفت. این چنین اگر همین چیز آشکار میشد علی گناهکار اساسی میشد، یعنی که پیامبر وصیتش رو زیر پا کرد، پیامبر وصیتش قبول که اجرا نکرد، برای وقت تلاش نکرد، چه که علی معلومه است شجاعت و بیش. یا خود علی یا حسن و حسین هم به حدیث بیگم تاکید کرده که نیستن، بلکه این چیز
تقریبا در عصر 4 وقتی که نظریه پردازای مذهب 12 امام اومدن، بعد این چیزای دیگر بولی اونا بار کردن از زبان اونا کافت کتابای واقعا همین حدیث گرفتن و همین دلیل گفتن. ببینید تصور کنید که بیعت رضوان است، میدونم در قرآن اومده که است لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک. بیعت رضوان چیز مؤقتی هست لیکن در قرآن اومد و این بیعت اگر بیعت غدیر باشد، این حیات امت تا روز قیامت اداره میکرده باشد، چرا در قرآن ذکری از اون نیست؟ بیعت زن هم مثلا در سوره چیوم دیگه، در سوره ممتحنه، نخود بیعت زن هم مهم از بیعت غدیر باشه. بیعت زن یک چیزی هم وقت مؤقتی بود در حیات پیامبر، که بیعت غدیر طبق فهم اونا باید که حیات امت تا قیامت اداره کند، نخود ذکری از اون نشود، نکن یاد از اون در قرآن نشود. یعنی که در حقیقت عجایب است. تا وایمه کردن مثلا بعضی همین تاجیک شیعای منم برام گفته که عید غدیر است، عید الله الاعظم است، نمیدونم چی است برای بطر، یعنی که به درجه این رکلام دارن که ولو که این عید یکم شده فاطمه های آل بویا، آل بوای یکم برشت این عید همونم برای عکس العمل به عباسی ها کی گویی که خداشون گفتن که ما شرعیت داریم به خلافت شما نداره که به آل عباس. و همچنین از عبدالله ابن حسن هم دیگه است که اگر خدا میخواست خلیفه رو تعیین کند به نص آشکار تعیین بکنه، این هم اولاد حسن است، نه به نص مبهم و مجمل مثل من کنت مولاه. چون که خلیفه من 70 معنا دارد. یعنی که یک حاکم بنید عکس حکومت تعیین کنه، اگر ها تو بهترین همونجا میشوی، تو زورترین همونجا میشوی، گفتم هم خیلی ناس که تو رای کنه دیگه اش قبول نمیکنه، یا بگه تو رئیسی فلان شهر بشه، کلمه رئیس ایستاده میبره، نه اینکه تو بهترین، تو زورترین، تو فلانترین نمیگه، بلکه ناس آشکار میگه. یعنی که اینجا هم پیامبر خیلی گفتیم این ناسی باید که آشکار اگر طبق اونا گویم باید استفاده میبردن. یعنی که پیامبر نمیخواستن که اینجا کسی رو خلیفه انتخاب کنن برای بعد خودشون. یعنی که امام بخاری روایت میکنن که عباس ابن عبدالمطلب میگه که من مرگ در چهره بنی هاشم بشناسم. یعنی که پیامبر وقتی بیمار شدن گفت که پیامبر میمونن، گفت من در چهرهشون دیدم میدونم. حالا بعضی مسعود منو میگن که بعضی آدم میبینن میگن ها این میگم بینیش چی شده که از تو پاش این شده، یعنی که بعضی علامت‌ها میبینن. بعد گفت که بیا، گفت میرم پیامبر میگم که بعد از این گفت بعد از منو خلیفه مال کی باشد، مال ما باشد دیگران. ولی گفت که نه، گفت من نمیرم، چون که اگر گفت پیامبر من کنه همین کارو از ما من کنه دیگه مردم ما نمیتونن حکومت. من بیام به حال خودش گذاریم، میگه آیندهم دعوا کنیم میشه که افترا میده که تو پیامبر شما رو من کردم. حدیث در بخاری اومده که که ماشاءالله استاد اون مسئله چیفتم کو درباره عید و این گرفتن همین غدیراشون در حقیقت خنده‌آور هست. روایت هست که یک شخص میاد پیش امام صادق میگه که آیا در اسلام عید غیر از این دو عید هست؟ امام صادق میگه که بله غیر از این دو عید با عید دیگه است. به جمعه استفاده میکنه، اضافه میکنه. بعد میگه از همون بزرگترینش میگه عید 18 ذوالحجه، یعنی که عید غدیر است. اینکه در اون حدیث‌های بافته اونها، یعنی که خب باید در روایت دیگه میگه که اونو در روزی که مناره دین برپا شد، در روزی که فلان شد، بسم الله شد میخلی. بعد عجبش که راوی حدیث میگه که این کی میشود این عید، میگه عید غدیره. در دیگر روایتش میگه که اگه میگه ماها روزها تغییر بیامد، میگه ایمون تصور کنید ایمون در اون زمان مثلا کلندر گریگوریانس که نبود که ماه و روزها تغییر میامد، مطلقاً مثلا اونا با تاریخ هجری کار میکنن. یکی همه کریستاس که گویا که این چی هست با اونا یکم کلندر دیگه داشتن ایمون. خلاص روایت‌های ساختگی هم بسیار از محققاش میگن که روایت‌ها ساخته شده دیگه از بعداً یعنی که این قدر عید است. تا وقتی خوندم خانتون میگه که امام میگه که خیر روزها تغییر بیابند و همه روز ذوالحجه است و معلوم میشه که خود اونا اصلا نمیدونن که عید به نام غدیر است. مثلا ببینید دوستان اینجا خیلی دیری شده کتاب صحیفه سجاده گفتم امام سجاد میگه دعای روز فطر، دعای روز عرفه، دعای روز اضحی درباره غدیر گپ نیست. خود امامی که مثلا این کار با او تعلق دارد درباره غدیر هیچی دعای خاصی نداره. خب این که اگر دیگر مثلا روایتشون هم ببینیم میگه اینجا در اصول کافی در یک کتابی که آوردن در حقیقت میبینید که معلوم میشه که این حدیث ها وجود نداشته. مثلا اون گفته است که جاعل تو فداک
للمسلمین عید غیر العیدین، یعنی غیر از همین عید قربان و عید رمضان بگو عید دیگر است. میگه که نعم هو یوم نصب امیر المؤمنین، که روزی علی خلیفه که غدیر. لیکن میگه حدیث ضعیف است. خودی وای میگه که چه خیلی دیدی سر اینجا، میگه حدیث ضعیف است. حدیث ضعیف بود. دوم حدیث میبرد اینجا روزی 18 میگه اینجا، باز میگه که حدیث ضعیف است. میگه عید خودشونو به این که حدیثای ضعیف. خلاصه و مشهد که اونقدر صحابه‌ای که اونجا حضور داشتن همین چیز خطا فهمن. بعد اینها بعد از چند صد سال بیان میگن که پیامبر اینه، در مراد پیامبر این بود. پیامبر میخواست اینجا انتخاب جانشین کنن. صحابه نفهمیدن، هم آدمایی که پیامبر دیدن شنیده ایستادن اونها این گپ نمیفهمن. لیکن بعد از چند صد سال اومده این حضرت هم میگن که پیامبر میخواست که علی اونجا چیکنه. خود علی هم نفهمید از این چیز. نه علی، نه فاطمه، نه عباس، یگون کسی این چیز دعوا کردگی نیست در حیات. یک چیز دیگه، نقطه دیگه جالبش اینه که اگر همین چیز صحابه میفهمیدن، مثلا انصاری ها خیلی حجتی به قوت داشتن. اگر میگفتن که خب اینجا حاضر حکومت از دست ما ابوبکر و مهاجرا گرفته شدن، بیان اونجا ما غدیره گیم، در حدیث غدیره اینجا یادآوری کنیم اینا منشاد و علی بشود، مثلا همین چیز میتونن این کارو کنن. اگر میشد و اگر فهمی اونها هم مثل فهمی حاضر اینا میشد نکردن. چون که اونها اینجا نفهمیدن اصلا. اصلا اینجا مسئله خلافت نبود، مسئله ابوبکر علی فضیلتش بیان کردن بود در غدیر خون. چون که اینجا به استاد ببینید که همین سکوت انصار حاضر اهمیت حدیث غدیر فایده انصار باز یا ضرر انصار باز؟ ضرر انصار باز. چون که سکوت کند ابوبکر میگیرد. اگر گوید که من کنت مولا یاد بیار گدگر چه کی ابوبکر از زیر پاش بیسات میکشن. بله. بنابراین انصار باید استفاده می‌کنن، فرصت می‌گفتن که اینجا حدیث غدیر است. تو چه حق داری که ما رو اومده به علائمت من قریش اینجا بگی که ما خلیفه میشیم؟ بنابراین انصاری ها این چیز که ایخی نبود، یگان نفر از انصاری ها این چیز دلیل نآورده. یعنی که اگر خیلی میگن فرضاً اگر مهاجرا در کتمان حدیث غدیر منفعت داشته باشند، انصاری ها چی منفعت داشتن که سکوت کردن؟ اونها اولین آدمای فایده گرفتن. مثلا با انصارا میگفتن که همین ابوبکر این خواست دعوا دارد اینجا، بیاید اینو پشت دست کنیم علی بیاریم که اینجا در غدیر شد. اینکه میتونن بگن که 80 چند روز پیش پیامبر در غدیر خون گفتن که علی جانشین من است. اگه بیاد همین چیز اگر زمان و مکانش هم بین استاد، زمان و مکانش وقت بررسی کنیم اگر این مذهب باطل بدونش معلوم بشه که حدیث غدیر خوبه از جهت زمانی از جهت مکانی. بعد اول زمانیش مطرح کنیم. زمانی بین دیگر 9 روز پیش از همین که 18 مردم در عرفه قرار داشتن. جمعیت عرفه کلان است یا جمعیت غدیر خوب؟ عرفه کلان. عرفه 100 هزار اینجا باشد، 12000 14000 که 20000 و 20000 آدم باشد. پیامبر این چیز بین 100000 گفتن شما اولاد رو بهتر بود یا بین مثلا 12000 و 20000 انسان گفتن شما؟ البته در بین جمعیت بزرگ. اینکه از جهت زمانی گیریم من یا من قصه فرعون هم میگم در وقتی که الله تعالی گام بزنه قصه میگه که در موعد و واخری موسی علیه السلام با اونها با عصاشون چی کردن، میگن که قال موعدكم یوم الزینة و ان یحشر الناس ضحى. یوم الزینة یوم عید گفتن. روز عید. چرا؟ چون روز عید وقتی مردم جمع میشن حجت قائم‌تر میشد، بسیارتر مردم این چیز میبینن. اینا میخواستن که موسی ضعفش نشون بدن. اینجا میگه پیامبر مقصدشون جمهوریشون میشد بود که در بین اون جمعیت کلانتر میبود. البته این دروغ میان میگن که در چیز در غدیر خون میگم 120,000 صحابه اشتراک داشت. بدکم با این مکانی گذاریم استاد. این خریطه که دیده استفاده کشم اونجا. وقتی خریطه رو مثلا نظر کنید دیگر خریطه رو نظر کنید با استاد، یعنی که خود واقعیت جغرافی نیست، اون واهمایی که اونا میکنن تکذیب میکنه. یعنی که ولی اینجا بریم، یعنی که پیامبر علیه السلام از اینجا از حج از مکه بر اومدن، حج کردن. این طرف چی هست؟ غدیر خم و راه مدینه هست مثلا. بله. برای مدینه رفتن بعد از این جحفه که در غدیر خم نزدیکی جحفه است و بینشون 4-5 کیلومتر است. اینجا رفتن بعد مدینه اومدن. اما اینا میگن که غدیر خم، ببینید چه غدیر خم گویا که مفترق الطرق بود، گویا که جایی که تمام حاجا از اونجا تقسیم میشدن. عراقی میرفت و یمنی یمن میرفت و لیکن خیلی دیدی شدید واقعیت جغرافی این که به تکذیب و دروغ میکنن.
اون زمانه گذشته شاید این دروغشون میگذشت. حالا که جغرافی و علم دیگه ترقی کرد ببینید یمن در کجا است؟ عکسی. بله. یعنی این حاجی مکگی وقتی یمنی مکه می آید و از مکه با 200 کیلومتر نزدیک به غدیر خم میرود. گشته و طرف. گشته باز چی میاد قفو میاد یمن میرود. این چه خیلی این چی میشه از جای مفترق الطرق مثلا. یا اینکه حاجی عراقی ببینید از منین چی میقاتی ذات عرق است. اینا به جای اینکه خیراس عراق خودش روان اینجا باید که اول طرف بیان به اون طرف روان. یعنی که یه مشقت است برای اونها. جای مرکزی نیست. جای مرکزی هم پیامبر علیه السلام الله تعالی گفت که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص. یعنی که پیامبر وزنین میافتاد وقتی که برای مؤمنان وزنینی آید. هیچ ممکن نیست که پیامبر حاجی یمنیه گیراند و از مکه اول طرف شمال برند 200 کیلومتر جگه که علی اكو خلیفه تو از بگشت جگه که راوکو یمن درا 8 روز پیش عرفات بود. برای اینکه اینقدر مردم عراق مشقت ناندازن یا حاجی که در این نجد اینجا بودن یا اینکه این منطقه بودن یا یمنی به مشقت نانداختن بعد در اینجا گفته میشد. هم جمعیت کلام بود. لیکن پیامبر علیه السلام این رو اختیار کردن اینجا رو برای خاطر که اینجا چی بود چه خیلی مشکلی بین اهل مدینه کی بود. پیامبر خواستن که در راه یعنی که مدینه با نارفته برای اینکه فتنه در داخل مدینه باز نشود در اینجا اصلا پیامبر هم گپشون گفتن که من کنت مولا و فاضا علی مولا. لیکن اومدن این قدر دروغی در اطرافش گفتن که یمنی ها را آوردن در قدیر خمزات عراقی ها را آوردن حاجی آوردن در حقیقت یعنی که دروغشون یعنی که آشکار است در اینجا. اگه باز اینا اینجا واهمه دارن که در قدیر خم هوا گرم بود و پیامبر گفتن که اونایی که پیش رفتن گشته بیارش اونایی که نامدن نورگای تیز بیایند و آفتاب تاسم بود و بالی وای بود و نماز پیشین بود و یعنی که همش برای خاطری چی همون روایت گفتم که پرپراو میچشون میگذارن برای همین نزدیک واهمه هاشون همش ولی دیدی شده یعنی که استاد معلوم میشد که حدیث قدیر خم تنها فضیلت علی رضی الله عنه بیان میکند. از زمان موقع و زمان و مکانش هم معلوم شد. ماشاءالله خوش رو بیان کردید. استاد برمیگردیم به ابوبکر صدیق که یعنی چرا اینقدر به ابوبکر صدیق اجماع عجیبی شد و چی ویژگی ها داشتن ابوبکر صدیق؟ یعنی ببینید اگر ابوبکر بریم ابوبکر یک شخصی ابرمرد بین انسان‌های عادی نبود. ابرمرد بین ابرمرد بود. مثلا عمر برید عمر عدالتش شجاعتش حکومت دارش قضاوتش عثمان مثلا برید زهد و تقوی علی برید که حکمت و علم و مثلا فلان و قضاوت و سعد برید عبدالرحمن زبیر برید شجاعتش یعنی که بین همه انسان یعنی که انسان‌هایی که به مرتبه و نزدیک بودن صدها بودن شاید شاید هزارها بودن الله اعلم. لیکن از بین اینها مثلا گری و از بین عموما قهرمانان امت اسلام در تاریخ میگه وقتی که در یک کیف مونده شد ابوبکر در کیف دیگه مونده شد ابوبکر چی بازدیدی میکنه. دلیلش هم چی است؟ حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که روایت امام احمد است میگن که عبدالله بن عمر خرج علینا رسول الله یعنی روز پیامبر میگن صبح یعنی که بعد اون که آفتاب بلند شد برآمدن دو گفتن که پیش از بامداد من خواب عجایبی دیدم. گفتم پیامبر دیدم که الله تعالی برای من کلیدهای بهشت عطا کرد. بعد گفتن برای من ترازی دادم اون ترازی که شما میدونید که برکشته میشود گفتن با بیان کنم خود پیامبر. بعد گفتن که من در یک کیفه اون گذاشته شدم و تمام امت من در یک کیفه گذاشته شد من بازدیدی کردم. بعد من ابوبکر گذاشته شد و تمام امت گذاشته شد ابوبکر بازدیدی کرد. بعد اون عمر اومد برکشته شد عمر این طرف امتم عمر بازدیدی کرد. بعد اون عثمان گفتم بعد دیگه ترازو برداشته شد گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله. یعنی همون جمله بالایی که گفتیم اینکه تمام قهرمان‌های اسلام همش جمع شدن به وقتی کیفه گذاشته شد با ابوبکر برابر نمیشد به شهادت محمد صلی الله علیه و سلم است. یعنی که ابوبکر صدیق در حیات پیامبر آدم عادی هم نبود، انسان بارزترین با پیامبر صلی الله علیه و آله بود، همیشه با پیامبر بود، در فضل و در سابقه هم همطور داشت. ببینید مثلا انسان اولین انسانی است که ایمان آورده است و این چیز اصحاب هم درک میکنن. جایگاهی خاصی ابوبکر صحابه هم میدونستن. به همین زبان خود صحابه هاشون میگن صدیق چی بودنشون. روایت است که ابن عمر رضی الله عنه در بخاری اومده است روایت میگن که
كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم في زمن رسول الله، یعنی که بین پیامبر انتخاب میکنیم. نقول ابا بکر ثم عمر ثم عثمان رضی الله تعالی عنه. در روایت تبرون یک زیادی همین جمله گفته است که فیعلم بذلك النبی ولا ينکره. پیامبر شدن این کار رو میکنن. یعنی که اینجا گفته شدن که ما در زمان پیامبر میگفتیم که ابوبکر اولین با صحابه بهترین است، بعد وی عمر، بعد وی عثمان، بعد وی دیگه هیچ کی فضیلت نمیدادیم. این خبر پیش پیامبر رفت، پیامبر این انکار نکردن. یکی از حدیث تقریری است، پیامبر اقرار کردن به همین چیزی اونها. حدیث دیگر از عبیدالله ابن عمر هم دیگه است، برادر عبدالله ابن عمر، پسر دیگری حضرت عمر. نام بخاری روایت میکنه، میگه که كنا لا نعدل بأبي بکر احدا. ما در زمان پیامبر بعد پیامبر کسی رو با ابوبکر برابر نمیدونستیم، بعد عمر، بعد عثمان، بعد دیگر بین صحابه دیگه فضیلت بدهی نمیکردیم. خب ببینید اساکینم از ابو هریره روایت کرده که كنا معاشر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقول افضل هذه الامه بعد نبیها ابی بکر. و میگفتیم که بهترین امت این ابوبکر است. این چون از خود علی ابن ابی طالب اومده از روایت. و من در روایت امام احمد از علی میگفت که خیر هذه الامه بعد نبیها ابی بکر و عمر. بهترین این امت بعد پیامبرش این ابوبکر و عمر است. ذهبی یک ایضاح و شرح عجیبی دارد، میگه که خدا رحمت کنه، میگه که این روایت از علی متواتر است. متواتر. خدا رافضی ها را لعنت کند که اینقدر جاهل و نادانند. رافضه طایفه از شیعه است که میگه با ذهبی خلافت ابوبکر و عمر را رفض کرده است. رفض کرده، یعنی که انکار کردن، رد کردن. یعنی ببین عدالت ذهبی رو که بین رافضه و بین شیعه فرق میگذاره. در حقیقت شیعه حقیقی در یک دو حلقه گذشته هم گفتیم که اونا ابوبکر و عمر قبول داشتن. از کتاب خود اونا آورده بودیم که ابوبکر و عمر قبول داشتن. یکی این حاضرایی که لعنت اینا رافضی هستن، اینا سبعی هستن. اونایی که ابوبکر و عمر قبول ندارد همچون خلیفه حقیقی پیامبر، اونا رافضی سبعی هستن. سبعی هم دربارش معلومات داریم در حلقه گذشته. خب حضرت عمر هم همین روایت اومده است. خب در ترمذی هم روایت اومده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که صحابی میگه که یه روز نشسته بودیم که پیامبر در اومدن مسجد، فدخل المسجد و ابوبکر و عمر احدهما عن يمينه والآخر عن شماله. یک از راستش از چپ. بعد پیامبر گفتن که و از دست هر دوش گرفتن که هكذا نبعث يوم القيامه. انا میخوام ما هر سوم یک جور روز قیامت زنده میشم. حدیث در ترمذی هست. عمار بن یاسر یکی از بزرگان صحابه است. خب ببینید که انسانی که در راه اسلام بسیار جان فدایی کرد، شکنجه دید، میگه که من فضل على ابي بكر و عمر احدا من اصحاب رسول الله فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. یعنی ازرى على المهاجرين والانصار. کسی که بر ابوبکر و عمر یگان صحابی دیگر فضیلت بخشیده و بالا داند، و مهاجر و انصار تهمت کرده است. مهاجر و انصار که انسانای بی عقل پنداشته است. این روایت عمار بن یاسر است. باز می‌بینیم که انس بن مالک رضی الله تعالی عنه میگه که یه مرد اومد پیش پیامبر گفت که متى الساعه، قیامت کی میشود؟ پیامبر گفت که تو چی تیار دیدی برای قیامت؟ مرد گفت که هیچ تیار دیگه نیستم. گفت بغیر اینکه گفت من الله دوست می‌دارم، رسولش دوست می‌دارم. گفت پیامبر گفت که انت مع من احببت، تو همراه اونای محشور میشی که دوستشون می‌داری. انس بعد در شرح حدیث گفت که فما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله انت مع من احببتنی. که با این چیز چون خرسان شدیم که چون که گفت خدا به شرط گفت که فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم و ابا بکر و عمر و ارجو ان اكون معهم بحبي اياهم. من پیامبر دوست می‌دارم، ابوبکر دوست می‌دارم، عمر دوست می‌دارم و امید دارم که به همین محبتی که با اونها دارم همراه اونها در آخرت باشم. یعنی از خادم پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنظرین که احساس ابوبکر نسبتی احساس انس نسبت ابوبکر، این البته احساس جمعی اصحاب پیامبر نسبت ابوبکر رضی الله تعالی عنه بود. در بعضی روایات دیگر اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که اولین انسانی که زمین مثلا میکفد و میبرد روز قیامت من هستم، میگن از قبل. بعد از اون ابوبکر،
بعد از اون عمر. این هم روایت امام ترمذی هست. نه تنها این استاد، یعنی که اینها، یعنی که انسان‌ها که صحابه و اصحاب پیامبر اینقدر دشنام میدن و بغضی که ندارن، از همون مشرکای مکه هم در حقیقت بگم که بی‌عقل‌ترند و از اونها دیده مثلا پایین‌ترن. ببینید مثلا در جنگی در هجرت پیامبر وقتی اونها رفتند و خانه پیامبر رو هجوم کردن، دیدن که در جای پیامبر علی خوابیده است. علی هم فدایی اول اسلام میگن. خب بعد از خانه پیامبر وقتی پیامبر رفتن راست خانه ابوبکر رفتن. بعد ابو جهل لعین هم اونجا اسما بنت ابوبکر یا شپاتی میزنه که اما که شپاتی سخت میزنه که حلقش از گوشش میافته. بله. یعنی همون با ابو جهلش اعتراف داشت که آدمی نزدیکترین محمد علیه السلام که ابوبکر است. یعنی چرا خیر مثلا در مکه وقتی علی ایمان آورد 9 ساله بود. یعنی هیچ وقت اونا مثلا نمیگفتن که همین گویده که 14 ساله 15 ساله مثلا چی است یاری با وفای پیامبر است. یعنی که سن 2 سال ابوبکر البته نقش هم داره. یعنی هیچ وقت ایمان شخصی که 40 ساله شده 40 سال در جاهلیت زندگی می‌کنه اینقدر چیزهای بد دیگه است، یک یا بار ایمانش عوض کردنش قیمت است. اما کودکی که 8 سال 9 ساله با تقلید پدرش وقتی عمل کرد به تقلید فلان چیکارش ممکن است. در جنگ احد هم استاد حضور شما ابو جهل گفتید و این چیزا هم یادم اومد. ابو سفیان وقتی بالا میبرویند وایها پیامبر صلی الله علیه و آله میپرسد که محمد هست؟ گفته پیامبر صلی جواب نداد. میگم بعد پیامبر صلی الله علیه و آله ابوبکر میپرسد ابوبکر هست؟ گفته بعد عمر میپرسد جواب نداد. میگن یعنی میدونستن که همونایا از همه نزدیکترین بعد پیامبر صلی الله علیه و آله ابوبکر و عمر هستند. این تصور کنید ابو سفیان میگن بسیار تحقیر بکنن ابو سفیان مثلا، لیکن ابو سفیان در این مسئله از اون داناتر است. خب خلاصه استاد 90% مسلمانان الحمدلله رب العالمین خلافت صدیق قبول دارن. بجز اون طایفه کوچیکی که تقریبا 8 یا اینکه 10 الی 8 الی 10 درصدی مسلمانان رو تشکیل میدهند. یعنی که مسلمانان قبول دارن الا یا طایفه گمراه همراه خاورشناسا اونا هم دستن ببین شبهه هاشو یک خیلی است. حالا ببین بعضی همین ملحدای ما هم وقتی که یگام چی کردن نشون اگر اساسی همین فکرای همینایی رو نشر میکنن. بله. چی در مسئله تعریف قرآن باشد، چی درباره مثلا زنهای پیامبر باشد، چی درباره فتوحات باشد، ببین خیلی فکرشون با هم دیگرشون نزدیک است. خلاصه مسلمان باید بیدار باشه. مسلمان باید که مربی ها و نسل های آینده رو در این چیز تعلیم دهند. و این چیز یعنی که یک میتونم که یک جبهه از جبهات است که دفاع از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله، دفاع از حریم پیامبر صلی الله علیه و آله، دفاع از ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی که هدفی این دشمنایی که امروز اینجا پرو میزنن هدفشون ابوبکر نیست، هدفشون دین است، هدفشون محمد علیه السلام است. میگن که تو 23 سال هیچ تربیت نکردی، چیکار کردی تو؟ بغیر اگر روایت همین دروغگویی بریم میگه صحابه‌ای که ایشان از 10 تا زیاد نیستن، میگه در 23 سال تنها 10 شاگرد تربیت کرد. بنابراین باید که در این مسئله خیلی باید جدی کار کرد. یعنی که باید که تاریخ باید به همون شکلی که هست درست است، باید که مردم تلقین کرد، نه لیکن با سرچشمه عقیده قرار ندادن آن. بله. با در حلقه گذشته گفتیم که اونا مشکلشون این است که سرچشمه عقیده برای اونها تاریخ است. بنابراین دوست داشتن و بد دیدنشون هم چی برای ابوبکر و برای عمر و عایشه چی میکنن، مردم تصنیف میکنن. چی لیکن ما میگیم که تاریخ چیز خوب است، از تاریخ استفاده بریم، تاریخ معلم است، لیکن سرچشمه عقیده نیست. ما عقیده ما از قرآن میگیریم، عقیده ما از سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم. استاد جزاکم الله خیرا، خیلی حقایق تاریخی آشکار بیان کردید با حجت و دلیل ها. گمان میکنم که البته بینندگانم خیلی ذهنشون الحمدلله از این چیز آشکار معلوم شد و الله سبحانه و تعالی رو دعا میکنیم که الله ما مسلمان ها رو بر عقیده تازه و پاکیزه استوار گرداند و جوان های ما رو روز از این بعض نفرهایی که شب و روز به گمراهی دعوت کرده ایستادند و
پیامبر، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را دشنام داده ایستادند و حریم پیامبر صلی الله علیه و سلم زبان درازی کرده ایستادند. الله سبحانه و تعالی جوانهای ما را نگه دارد و ان شاء الله این برنامه، این صحبت ها را با استاد دوام خواهیم داد و هر یک خلفای راشدین را در بالای تاریخ آنها انشاءالله همراه استاد صحبت میکنیم و هر آن بهتان ها، تهمت هایی که امروز کرده ایستادند آنها را استاد انشاءالله یک تا به یک تا خوشرو بیان میکنند با حجت و دلیل ها. همراه ما باشید دوستان عزیز. الله نگهبانتان باشد.